دوستان عزیز امروز اومدیم به ویدیو خیلی فن دیگه از کانتر چیت. حتما لایک سابسکرایب زنگوله کنار رو کنید و قراره به کانتر چیت بازی کنیم و تو ویدیو بعدی یعنی آخر ویدیو بهتون آموزش میدم که چجوری این کانتر چیت رو چجوری نصب کنید. اول از همه بریم یکم چیت بازی میکنیم و مهمتر از همه لایک سابسکرایب زنگوله نوار فراموش نشه. Here we go. الان من چند تا چیت رو فرق کردم. این چیت نه، چند تا از این چیت فرق کردم، هر سه تا فرق کردم. خب دوز میشم. الان من با چیت کاری کردم که این آبیشن اینا. خب بچه چی رو باید بریم چون چیت این چیت هم خاموش کنید کسی خواست وصلی کنه و چون چیت نمیشون سرازی گفت باز میکنه چیتو نه دیگه نمیخواد چیتو خواهش میکنم 4 جونم. ببینم بچه خوش کن و همه رو کشیم دوستان و من کلن تونم 7 دست بازی کنم بعدش دیگه ندارم. الان این یه دست 7 نفرم کشتیم دوستان. که مردم برسی دونم برسی چارج روز نکنم. اگه بمیرم باید زودتر بتونم آموزش پس بریم که بتونم آموزش بدم. اول از همه میرید داخل گوشیتون وارد روبیکان میشید. میذارین رو قسمت جستجو انجام میدین کانتر 2 مود منوی چیت. این گزینه رو براتون میاره، میزنید گزینه اولی دوستان فکر کنم میزنید و دوستان من خیلی رفتم بالا چیت دیگه هم نصب کنم. میایید بالا این چیت رو نصب نکنید، این الکی است. دومین رو نصب میکنید، میزنید روش نصب میشه و نصب شد. اینجوری میزنید روش استخراج فایل ها در نمیدونم چی میزنی، اینو میزنی و میای اینجا خودت کانتر چیتاتو نصب میکنی. نگاه کنید چقدر کانتر چیت نصب کردم. و دوستان اگه برید بالاتر و اینا چیتای دیگه هم میاد براتون. سازندش هم دیگه برید تو بازی خودتون میبینید میفهمید. و قرار تو ویدیو بعدی ماینکرافت بازی کنیم. شوخی کردم. تو ویدیو بعدی شاید بریم روبلاکس بازی کنیم. کسایی که روبلاکس پلی میدن بریم ویدیو لایک کنن. روبلاکس کسایی که روبلاکس پلی میدن این ویدیو لایک کنن. کسایی که ماینکرافت بریم ویدیو سابسکرایب کنن. کسایی که کانتر پلی میدن خب بگم چیکار کنن. ببخشید این ویدیو رو برای رفیقشون بفرستن. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک سابسکرایب زنگوله کنار رو فراموش نشه. فعلا تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.